سریع‌ترین روش بریج زدن توی ماینکرافت چیه؟ بریج معمولی که شما شیفت رو نگه می‌دارید و کلیک می‌کنید باعث میشه که شما 1.8 بلاک حرکت کنید. ولی با نینجا بریج یا همون شیفت و آن شیفت کردن خودمون شما میتونید سریعتر حرکت کنید. چرا؟ چون که راه رفتن معمولی خیلی سرعتش بیشتر از نشستن توی ماینکرافته. حالا بیاین یه کاری کنیم. اگه بخوام شیفت رو حذف کنیم که این شکل من یه دونم نمیتونم بزنم که بهش میگن گاد بریج، شما میتونید 4.6 بلاک در ثانیه حرکت کنید. سریع‌ترین راه بریج زدن تو ماینکرافت یه حالت گلیچ داره، چون که هر کسی نمیتونه انجامش بده، حتی پرو پلیرهای خیلی بزرگ. اونم چه شکلی؟ این بریجی که الان توی صفحه دارید می‌بینید سریع‌ترین بریج توی ماینکرافته. چرا؟ چون ما وقتی که بالا سرمون یه دونه بلاک باشه و در حال دویدن بپریم سرعت ما فوق‌العاده زیاد میشه که واقعا پشم‌ریزون این نوع بریج. فکر نکنم آدمای زیادی هم کل دنیا بتونن انجامش بدن. ولی خب 6.72 بلاک در ثانیه به شما سرعت بریج زدن